بسم الله الرحمن الرحیم. درس ششم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. موانع فهم عقیده توحید. بعضی کسا عقیده توحید یاد نمیگیرن. چرا یاد نمیگیرن؟ مانع اولشی است که سرکشی و تکبر است. ابا و استکبر و کان من الکافرین. بعضی کسا نمیخوان توحید یاد بگیرن. چرا؟ الله میگه به خاطر باورزیدن و به خاطر تکبر. پس انسانی که تکبر داشته باشه و عقیده توحید یاد نمیگیره. و می خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. در جنت داخل نمیشه یک کسی که به اندازه مثقال ذره کبر در قلبش باشه. یک صحابی گفت که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شخص میخواد لباس خوبش داشته باشه، بوتای خوبش داشته باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ان الله جمیل یحب الجمال. الله بسیار زیبا هست، زیبایی را دوست داره. الکبر بطر الحق و غمط الناس. کبر دو مشکل داره. بطر الحق، حق پوشی، حق برش بگویی قبول نمیکنه، این کبر است. و غمط الناس که مردم در نظرش بسیار حقیر مال میشه، فلانی کی سوچی است. اینی تکبر است. اما در لباس در بوت دیگه پا کسی تکبر نمیشه. مانع دوم مساوی دانستن خالق با مخلوق است. هیچی مانع. والذین لا یؤمنون بالآخره وهم بربهم یعدلون. بربهم یعدلون چی مانع؟ یعنی دیگه کسا را با الله مساوی فکر میکنن. وقتی که یک انسان یک مخلوق دیگه را با الله مساوی بسازه، در این صورتی عقیده درست یاد نمیگیره. الله این کارا را میتونه، میگه ما میتونم کرده. الله زنده میکنه و برای ابراهیم علیه السلام او گفت که خب ما میتونم زنده بکنم. من دو نفر است، یکش میکشم یکش نمیکشم، من یکیش کشتم یکیش زنده کردم. این حال کسایی که مخلوق با خالق همسان فکر میکنن، در این صورت چی میشه؟ حال مشکلی که توحید قبول نمیکنه چی است؟ مثلا بسیاری وقتا دلایل عقلی را به قرآن و سنت چی میکنه؟ ترجیح میده. نمیگه تو برای من آیت نخوان، حدیث نگو، برای من دلیل عقلی بگو. یعنی میخواه عقل خود با وحی و با کلام الله مساوی بسازه. تا که عقل ما قناعت نکنه، من یک کتاب قبول ندارم. اینجا چی میشه مشکلش؟ مشکلش که یعنی خود با خالق متعال یکسان فکر میکنه. در حالی که انسان مسلمان میفهمه که من از حس خود کار میگیرم، از عقل خود کار میگیرم، ولی در بسیاری مسائل غیبی نه عقل ما کار میکنه نه حس کار میکنه. حتی ساینسدانا در مسائل غیبی نمیفهمه. ماکس پلانک یک کسی پرسان کرد، گفت که خودت به وجود الله باور داری؟ گفت بله باور دارم. گفت آیا او رو دیده میتونی؟ در لابراتوار پیدا کرده میتونی؟ و گفت نه، ما در فیزیک در لابراتوار چیزایی رو میبینیم که قابل دیدن است. ما مثل یک طفل هستیم که گودیگکا پیش است. این طفل وقتی که گودیگکا و سامان بازی را مثلا موترک یاره داره، یاره سرش کار میکنه. اما اگر این طفل پرسان کنی که این موترک، این بایسکلک که جور کرده، و طفل نمیفهمه. و طفل تنها سامان بازی را میفهمه. ساینس تنها چیزایی که مثلا پیشروی انسان است او را میفهمه. اما چیزهایی که در غیب است، میگه ما مجبور هستیم به او چی باشیم؟ تسلیم باشیم. چون در لابراتوار تو نمیتونی ملائکه را داخل بکنی، عذاب قبر نمیتونی تو با صدایش با تایپ ثبت بکنی. پس این چی هست؟ این مسائل غیبی هست. این حال چی مشکل پیدا شد بین کسایی که چی کردن؟ کسایی که عقل خدا و حس خدا با خالق و با کلام خالق یکسان فکر میکنن یا عقیده را قبول نمیکنن. این مانع دوم است. مانع سومش تعصب است. تعصب چی هست؟ مثلا یک نفر تعصب مذهبی دارن،
تعصب زبانی دارد، تعصب قومی دارد، تعصب حزبی دارد، هر تعصبی که داشته باشد، این تعصب مثل که عینک‌های سیاه را در چشم خود انسان گذاشته باشه، کل دنیا را سیاه می‌بینه. تعصب دنیا را بر انسان سیاه می‌گرداند، سفید نشان نمیده. این حال انسان‌های متعصب ایمان قبول نمیکنن. یهودیا الله متعال میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. یا میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل فرزندای خود میشناختند. عبدالله ابن سلام یک عالم یهودی بود رضی الله عنه، مسلمان شد، لکن او گفت با عمر رضی الله عنه گفت من وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم من دیدم تو شناختمش مثل که فرزند من میشناسم. در بین سه فرزندتان در بین 1 میلیون نفر که طفل یک مادر باشه یا فرزند یک پدر باشه، هر آدم در بین 1 میلیون میشناسه. میگه من رسول الله صلی الله علیه و سلم این قسم شدم. خیلی وقتی که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل اولادهای خود میشناختن، چرا اینا کافر شدن؟ به خاطر از این کافر شدن که اینا چی داشتن؟ اینا تعصب داشتن. تعصب چی؟ تعصب قومی، تعصب زبانی. اونا گفتن که چرا پیغمبر از بنی اسرائیل نیست؟ بنان این تعصبات چی میشه؟ اینا سبب میشه که یک انسان عقیده توحید درسته یاد نگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.